سلام بچه عزیز. گروه ایجادی شما را باز به تماشای برنامه نوبتی هفت رنگ دعوت می کند. بیایید امروز روی لوحه را با رسم یک خرگوشک هنگام بازی و دفوتاز در آغوش طبیعتی بیش از آرام می دهیم. اگر شما آماده کار ایجادی باشید پس شروع نمودیم. ما رسم خرگوشک را در مرکز کاغذ جای داده تصویر می کنیم و اول کله خرگوشک را تصویر کرده نمودی عمومیش را نشان می دهیم. اینگونه و قسم پایانی می گذاریم و اکنون آهسته آهسته می گذاریم به تصویر گوش هایش. اینگونه یک گوشش را تصویر کرده گوش دیگریش را نیز نشان می دهیم. ما تصویرمان را دوام می دهیم و اکنون می گذاریم به تصویر بینیچه خرگوشک. بینیچه‌اش را نشان داده اکنون ما دهان خرگوشک را به نظر نمایان می کنیم. دندانهایش را نشان داده اکنون دهانش را میل به تبسم تصویر می کنیم. اینگونه نشان داده اکنون پوره می کنیم. حاضر باشد می گذاریم به تصویر چشمانش. گرد و اطراف چشمش را اشاره کرده اکنون می گذاریم به تصویر خودی چشمش. قسمی درونی را نیز اشاره کرده آن را به مژگان ها آرام می دهیم. در اینجا نیز مژگان ها را به نظر نمایان می کنیم. بچه عزیز باید می گذاریم به تصویر دیگر قسم های بدن خرگوشک. ما اول دستان خرگوشک را اشاره می کنیم و اینگونه دستش را به نظر نمایان کرده حاضر قفس سینه خرگوشک را تصویر می کنیم. اکنون می گذاریم به تصویر دستی دیگرش. این دستش را به بالا میل کرده ساده تصویر می کنیم. ما تصویرمان را دوام می دهیم و آهسته آهسته دیگر قسم های بدن خرگوشک را به نظر نمایان می کنیم. اکنون ما پایهایش را با این اشاره ها تصویر خواهیم کرد. تصویرمان را دوام می دهیم و چه خیلی که می بینیم بچه عزیز رسم ما تا رفت پورتر و زیباتر می گردد. پایهای خرگوشک را اینگونه اشاره کرده اکنون می گذاریم به تصویر پای دیگرش. این پایش را نیز با پنجه هایش اشاره می کنیم. این را نیز آرو داده اکنون دم خرگوشک را به نظر نمایان می کنیم. بچه عزیز بیایید منظره روی لوحه را با تصویر گل و بوته ها باز هم پوره تر می کنیم. تصویرمان را از همین نقطه شروع می کنیم و هر جا گل ها را به نظر نمایان می کنیم. اینگونه گل ها و بعضی جای ها برگ ها را نیز تصویر می کنیم. اینجا یک گل دیگر را نیز به نظر نمایان خواهیم کرد. یک گل دیگر. اکنون در قسم پایانی نیز یک چند گل ها را تصویر می کنیم. گویا
خرگوشک در آغوش گلها مشغول بازی و خوشحال است. اینجا نیز یک گلکی خردکک را نیز تصویر میکنیم و اینجا باشد گلی اندک کلانتر. برای زیبا گشتن منظره روی لوحه همین هر جا برگ ها را نیز اشاره میکنیم، چون که تصویری برگ ها و منظره ما یک نمود خاصی میبخشد. اینجا نیز یک دو گل دیگر رو اشاره میکنیم. بچه عزیز، بیاید قفای منظره لوحه رو با تصویر درختان پرتر میکنیم. از همین نقطه شروع کرده درخت ها رو اشاره میکنیم و تا رفت بلندتر میکنیم. نمونه آهسته آهسته میگذاریم به قسم دیگری لوحه. اینجا نیست یک دو درخت رو به نظر نمایان میکنیم. بچه عزیز، باید در دست خرگوشک رسم یک گنجشک را تصویر میکنیم که گویا خرگوشک ما با آن بازی دارد. از همین نقطه شروع کرده ما رسم گنجشک را تصویر میکنیم و اکنون بدن آن را نشان داده اکنون دومش را نیز به نظر نمایان میکنیم. اینگونه حالا باشد ما رسم گنجشک را پر میکنیم. حاضر ما چشمانش را تصویر میکنیم. در این حالت چشمش را تصویر کرده رو پر میکنیم. نه رسم گنجشک نیست پر گردید. بچه عزیز، ما تصویری روی لوحه را با قلم عادی پوره به انجام رساندیم. اکنون شروع میکنیم به رنگ و بار آن. ما اول رسم خرگوشک را رنگ و بار میکنیم و برای این از رنگ جگری استفاده میبریم. رنگ جگری هم روی شیشه آماده شد. با این رنگ میگذاریم به رنگ و بار خرگوشک. رنگ و بار را از گوش های خرگوشک شروع نمودیم. حاضر این قسم هاش را نازکانه رنگ پوش میکنیم. با همین میگذاریم به دیگر قسم های رسمی خرگوشک. اینجا را نیز نازکانه رنگ و بار کرده آهسته آهسته میگذاریم به قسم های پایانی. رنگ و بارمان را دوام میدهیم و آهسته آهسته پایهایش را رنگ و بار کرده اکنون دستش را نیز با این رنگ پوش میکنیم. رسمی خرگوشکی ما تا رفت پرتر میگردد. همین گونه. اکنون قسم های باقی مانده بدن خرگوشک را با رنگ جگری پستر رنگ و بار میکنیم. رنگ را آماده کرده میگذاریم به رنگ و بار. از همین قسم شروع کرده رنگ و بارمان را دوام میدهیم و آهسته آهسته میگذاریم به قفس سینه خرگوشک. اینجا را نیز رنگ و بار کرده پایه هایش را نیز با این رنگ پوش میکنیم. همین گونه. بچه عزیز، اکنون با استفاده از موی قلمی مهین‌تر و رنگ سیاه چشم و مژگان‌های خرگوشک را به نظر نمایان میکنیم. موی قلمی مهین‌تر را انتخاب کرده رنگ را آماده میکنیم و
میگذاریم به رنگ و بار. احتیاط کرده کارمان را دوام میدهیم و قسمی درونی چشم خرگوشک را با رنگ سیاه اشاره میکنیم. اینگونه گردی چشمانش را نیز با رنگ سیاه اشاره کرده اکنون مشکانهایش را نیز به نظر نمایان میکنیم. با همین رنگ میگذاریم به رنگ و بار قسم درونی دهانی خرگوشک. اکنون برای پوره کردن رسم خرگوشک ما از رنگ سرخ استفاده میبریم. انا رنگ سرخ هم روی شیشه آماده گشت. با این رنگ میگذاریم به رنگ و بار بینیچه خرگوشک. بینیچه‌اش را پوره کرده با همین رنگ دهانش را پوره میکنیم و اکنون پنجه های پای خرگوشک را با همین رنگ پوره میکنیم. پای دیگرش رو نیز رنگ پوش میکنیم. بچه عزیز اکنون با استفاده از رنگ جگری بلند هر جا تاریکی های بدنی خرگوشک را اشاره میکنیم. رنگ جگری را آماده کرده میگذاریم به رنگ و بار. نازکانه کارمان را دوام میدهیم و با موی قلم مهین هر جا تاریکی های بدنی خرگوشک را به نظر نمایان میکنیم. قسم های پایش را نیز اشاره کرده کمی کتفش و دومش را نیز با این رنگ اشاره میکنیم. اکنون کمی دستی دیگرش را نیز رنگ و بار میکنیم. همین گونه. بچه عزیز اکنون ما با استفاده از رنگ سبزی بلند سبزه و بوته های روی منظره لوحه را رنگ و بار میکنیم. انا رنگ سبز را نیز آماده نمودیم. با همین رنگ میگذاریم به رنگ و بار سبزه ها. سراسر من نشده کارمان را دوام میدهیم و آهسته آهسته از همین نقطه شروع کرده سبزه ها را رنگ و بار میکنیم. برگ ها را رنگ پوش کرده آهسته آهسته میگذاریم به قسم های مابینی. اینجا را نیز نازکانه رنگ پوش کرده احتیاط کرده کوشش میکنیم که با گل های تصویر کرده شده امان رنگ سبز آمیخته نشود. ما باز از رنگ تازه گرفته رنگ و بارمان را ادامه میدهیم. چه خیلی که میبینید بچه عزیز منظره ما تا رفت پورتر و زیباتر میگردد و با رنگ سبز تصویرمون یک نمودی زیبایی به خود میگیره. میگونه سبزه ها را نیز اشاره میکنیم و خیلی که قید کرده بودیم بچه عزیز بسیار نازکانه رنگ و بار میکنیم تا رنگ در گل های ما آمیخته نشود. ما برگ های باقی مانده را رنگ و بار میکنیم همین و آهسته آهسته منظره من را پورتر میکنیم. همین گونه ما آهسته آهسته رنگ و بار سبزه و بوته ها را با آخر میرسانیم. در همین قسم نیست سبزه ها را اشاره کرده منظره را زیباتر و پورتر میگردونیم. اکنون ما از آمیزش رنگ های سبز و زرد استفاده برده میگذاریم به رنگ و بار درخت ها. اول ما رنگ سبز را میگیریم و اکنون با آن رنگ زرد را آمیزش میدهیم. با همین رنگ شروع میکنیم به رنگ و بار درخت ها. همین گونه سراسیمه نشده رنگ و بارمان را دوام میدهیم.
آهسته آهسته نازکانه به قسم‌های بالایی میگذاریم و اینجا رو نیز رنگ و بار میکنیم. رسم درختان تا رفت پورتر میگردد و با این رنگ یک نمودی زیبایی به خود میگیرد. نمیمونه آهسته آهسته ما گرد و اطراف خرگوشک را با تصویر درختان باز هم زیباتر گرداندیم. ما رنگ و بار درختان را قریب با آخر میرسانیم و با همین رنگ آهسته آهسته قسم‌های پایانی را نیز رنگ و بار میکنیم. ما باری دیگر روی شیشه رنگ سرخ را آماده نموده میگذاریم به رنگ و بار گل‌های منظره. رنگ سرخ را تیار کرده میگذاریم به رنگ و بار. خاطررسان میکنم که گل‌ها را خیلی و خیلی نازکانه رنگ و بار میکنیم و کمی از قسم‌های گل را سفید باقی مانده گرد و اطرافش را با رنگ سرخ آرا میدهیم. همین گونه میگذاریم به گل دیگر. این را نیز آهسته آهسته و نازکانه رنگ و بار میکنیم. همین گونه به گل‌های دیگر نیز میگذاریم. اینها را نیز هر جا با رنگ سرخ اشاره میکنیم. ما باز از رنگ تازه گرفته رنگ و بارمان را ادامه میدهیم. گل‌های ما تا رفت پورتر و زیباتر میگردند و به طبیعت منظره یک نمودی زیبایی میبخشند که خرگوشک در آغوش این طبیعت مشغول بازی است. اینجا را نیز آهسته آهسته پوره کرده قسم‌های پایانی را نیز رنگ و بار میکنیم. ما باری دیگر از رنگ تازه گرفته رنگ و بار گل‌ها را با آخر میرسانیم. ما رنگ و بار گل‌ها را قریب با آخر میرسانیم. اکنون گل آخران را نیز رنگ پوش میکنیم. همین. اکنون ما روی شیشه رنگ کبوتی بلند را آماده نموده رسم گنجشکک را رنگ و بار میکنیم. رنگ کبوتی بلند نیز آماده گشت. با همین رنگ میگذاریم به رنگ و بار رسم گنجشکک. ما نازکانه رسم گنجشکک را رنگ و بار میکنیم و قسم‌های پایانی را نیز بالهایش را همراه دومش با این رنگ و بار میکنیم. بچه عزیز، اکنون ما رنگ کبوتی پست را نفیستر آماده نموده فضای منظره لوحه را رنگ و بار میکنیم. رنگ کبوت را آماده نموده میگذاریم به رنگ و بار. ما رنگ و بارمان را از همین نقطه شروع میکنیم. آهسته آهسته به بالا مایل میکنیم و همین گونه آهسته آهسته و نازکانه فضای منظره را رنگ و بار میکنیم. ما سراسیمه نشده رنگ و بارمان را دوام میدیم و همین گونه آهسته آهسته فضای منظره را رنگ و بار میکنیم. پس از رنگ و بار تصویری ما تا رفت نمودی زیبایی میگیرد و همین طرز ما فضای منظره را پر رنگ و بار نمودیم. بچه عزیز، ما تصویر و رنگ و بار لوحه را پر به آخر رسانیدیم. ما امروز روی لوحه را با رسم یک خرگوشک هنگام بازی در آغوش طبیعت آرا دادیم. در همین جا نمایش امروزی ما با آخر میرسد. خیر بچه عزیز، شاد و پیروز باشید.